ترجمه معنای سوره زمر آیه 71 و 72. دردناک است، واقعا حتی خواندنی همین گونه آیت دردناک است، چون ما و شما میدونیم که چقدر نزدیکانی ما، چقدر دوستانی ما آنها پوره ایمان نآوردند و هر یک از آنها امید میکنند که ابدی زندگی میکنند. بسیارشان را نظر کنید که خانه های به نهایت کلان و زیبایی میسازند و فکر میکنند که ابدا در آن خانه ها مقیم میمانند. میدونند که میمیرند، میدونند که یک روز نه یک روز میروند، اما باور ندارند که انا همان روز شاید نزدیکی باشد. بیایید ترجمه معنای همین آیت را از سوره زمر میخوانیم. کافران گروه گروه به سوی دوزخ رانده میشوند، همین که به آنجا میرسند درهایش گشاده میگردد و نگهبانش میگوید آیا پیامبرانی از میان خودی شما به سراغتان نآمدند که آیات پروردگارتان را برای شما میخواندند و درباره دیدار این روز هشدار میدادند، یعنی یادرس میشدند؟ آنان یعنی دوزخیان در پاسخ میگویند آره، ولی ما این کارشان کردیم، یعنی رد کردیم و فرمانی مجازات سزای کافران است. یعنی فرمانی همون درد دادن، عذاب دادن سزای کافران است. در دوام آیت چنین آمده است با آنان گفته می شود از درهای دوزخ وارد شوید و جاویدانه در آن عمر بسر برید و براستی جایگاهی متکبران چی بد جایگاهی است، آنهایی که کبر کردند. لا حول ولا قوة الا بالله. از این خاطر تماشابینان عزیز، هر لحظه ای که شما اگر یک ذره هم در دلتان ایمان باشد، چون آخر تمام شدنی است این دنیا، ابد نیست، یک روز نه یک روز می رویم.